هر چیزی که از پیششان پرسان میکنن اقتصاد چگونه باشه اسلامی باشه. فقط هم یک جمله از پیششان مانده که آب و هوا چه قسم باشه اسلامی باشه. دیگه خب هیچ. اگر کسی بی‌ادبی میکنه در مقابل پیغمبر، بی‌ادبی میکنه در مقابل الله، بی‌ادبی میکنه در مقابل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، بی‌ادبی میکنه در مقابل مسجد، ریشخند میزنه سر ریش، ریشخند میزنه سر لباس اسلامی، ریشخند میزنه سر حجاب، ریشخند میزنه سر قرآن، فکایی میگه سر مقدسات، باز این نفر کافر میشه. من سر استیج کار وقت می باشم هیچ وقت بیوضو نمی کردم. اونجا با وضو می باشم. یک داور دیگه داریم که پیش از اون روسیا نباشین، جواب ما باید صحیح باشه. دیگه به خاطر ازی ما میخوایم که امرای هر کس انصاف شود. داوره که گفتیم بیوضو